سلام، شیدا ابراهیمی هستم، مدرس و متخصص میکاپ و تو این ویدیو قصد دارم در مورد خط چشم‌های ژله‌ای و سایه‌های ژله‌ای ابرو خیلی بزرگی که دارن سریع خشک میشن و به خاطر قیمت بالاشون مقرون به صرفه نیست. من تو این ویدیو قصد دارم راه حل این مشکل رو بهتون بگم. روغنی که من توصیه میکنم بهتون روغن حلال اینگلوت هستش که این علاوه بر اینکه احیا میکنه خط چشم و سایه ژله‌ای ابروتون، خاصیت ضد آبی هم بهش میده. الان خط چشم ژله‌ای من خشک شده و من یه قطره از روغن اینگلوتمو بهش اضافه میکنم که ببینید چجوری احیا میشه. ببینید بچه‌ها، الان خط چشم من احیا شد و خوبی اینه که خاصیت ضد آبی هم دیگه داره.